سلام. امروز قراره یه افزونه جدید در برنامه ورد بهتون معرفی کنم که با این افزونه دیگه نیازی به تایپ با کیبورد ندارید و به راحتی و به صورت رایگان میتونید ازش استفاده کنید و هر چیزی که صحبت کنید تبدیل به متن میکنه. خب دوستان، ابتدا وارد سربرگ هوم میشیم و بعد گزینه اد اینس رو میزنیم. در اینجا می نویسیم PS speech و می بینید که این افزونه رو برای ما آورد و گزینه اد رو می زنیم تا این افزونه به برنامه ما اضافه بشه. گزینه اسکیپ رو می زنید. در اینجا تنظیمات بسیار ساده ای داره. اینجا روی دیفالت میکروفون باقی بمونه. در قسمت بعد دو تا گزینه داریم که من از اسپیچ تو تکست استفاده میکنم و در قسمت بعدی زبانی که قراره باهاش تایپ رو انجام بدیم انتخاب میکنم که من پرشن رو انتخاب میکنم و بعد گزینه استارت رو میزنم تا بعد از صحبت من تایپ رو انجام بده. سلام، خوبی؟ من یک افزونه جدید در برنامه ورد هستم که میتونی با من به راحتی تایپ کنی. و بعد اینجا گزینه استاپ رو زدیم و دیدید که به راحتی برای ما تایپ رو انجام داد. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.